چرا شیر سلطان جنگله، در حالی که نه قدرت بازوی خرس و نه سرعت پلنگ و نه خیز آهو و نه درندگی گرگ رو داره. شیر به دلیل خصوصیات رفتاری که داره بهش میگن سلطان جنگل، چون که شیر تا وقتی گرسنه نباشه شکار نمیکنه. وقتی که گرسنه هستش شکار رو به اندازه نیازش انجام میده، نه بیشتر. از بین حیوانات قوی ترین ها رو انتخاب میکنه و ضعیف کشی نمیکنه. از بین حیوانات ماده های باردار رو شکار نمیکنه. هیچ وقت باقی مونده غذا رو دفع نمیکنه و از دسترس دیگر حیوانات دور نمیکنه. و در آخر این که وقتی پیر یا مریض میشن از گله جدا میشن تا مزاحم اونا نشن. حالا به نظر شما شیر سلطان جنگله؟ دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از ویدیو بعدی ما باخبر باشید.